بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة و سلام علی حبیبنا و مولانا رسول الله و علی آله و صحبه و من والا. سلام و سلام و هزاران هزار درود بر تمام شما عزیزانی که ما رو در این سلسله برنامه ها همراهی میکنید و سعی میکنید این مفاهیم و این ارزش های والایی که از ستارگان درخشان تاریخ ما برمیگیریم از اینها الگو برداری کنیم تا ما هم بشیم نامه‌های جاویدان در تاریخ بشریت. امروز با یک شخصیتی آشنا میشیم که انسان وقتی که ایشون رو نگاه میکنه همچنین واج میمونه و میگه که خدایا انسان مؤمن باید چنین باشه. این شخصیتی که به ما میگه که با پیامبر زیستن، پیامبر را شناختن، در کنار پیامبر بودن. اصلا بیاییم یه هفته از زندگیمون رو بذاریم هفته رسول الله و سعی کنیم مفاهیم و ارزش‌های اخلاقی ایمانی که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم در یارانش کاشته اونا رو ما در خودمون بکاریم. اصلا سعی کنیم پیامبر رو در خودمون داشته باشیم. و اگر چنین کنیم، آیه در قرآن کریم، آیه 33 سوره انفال رو اگر با هم بخونیم، خداوند متعال میفرماید و ما کان الله لیعذبهم وانت فیهم. خداوند متعال امکان نداره این بشریت رو، این جامعه رو، این افراد رو، این انسانها، آحاد انسانها رو، اینها رو عذابشون کنه، بلایی بر سرشون بیاره در حالی که توی پیامبر من در میان اونها هستی. پس پیامبر سپر بلاست برای جامعه، برای فرد. اگر میخوایی که هیچ بلایی به تو نرسه، پیامبر رو در خودت داشته باش. پیامبر در خودم داشته باشم یعنی چی؟ یعنی اخلاقم اخلاق پیامبر، زندگیم، رفتارم، کردارم، سیمایم، همه چیز رو سعی کنم پیامبر رو در همه کارهام داشته باشم، در همه حرکات و سکناتم داشته باشم، دعاهای پیامبر رو بر زبانم داشته باشم، حرفهای پیامبر رو عملی کنم و بشم یه نسخه‌ای از پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم. و شوق بهشت رو این فرد به ما یاد میده که چطور عاشق بهشت باشیم، چطور در دنیا باشیم و هدفمون رسیدن به بهشت باشه. این فرد یک ویژگی عجیب غریبی داره که تنها شاید در دنیا فقط برای ایشون صورت گرفته، که ایشون وقتی که شهید شدن و از این دنیا رفتن، یک وصیتی رو در خواب وقت نکرده بودن وصیتشون رو بنویسن به کسی تحویل بدن. بعد از شهادتشون در خواب کسی اومدن وصیتشون رو گفتن و وصیت هیچ کسی بعد از خواب دیگه فلانی خوابی دیده، خواب است دیگه، چه هیچ ارزش اجرایی نداره. اما این وصیت اینقدر دقیق بود که حضرت ابوبکر صدیق این رو به اجرا در آورد. گفت که نه، این مرد شهید هست و شهید زنده است و حرفش حرفه و دقت حرف همه بیانگر صداقتش هست و این وصیت باید عملی بشه. حالا بیاییم روی این فرد. ایشون ثابت ابن قیس انصاری هستند. ثابت ابن قیس یک انسان بسیار زیرک، باهوش و سخنور و یک صدای بلند جهوری هم داشت. ایشون از جمله افرادی هستند که در ابتدای رسیدن اسلام با دست مصعب ابن عمیر، مصعب هر چه در وصفش بگیم کمه. مصعب شما تصور کنید پیامبر و یاران در مکه مکرمه و مصعب داره مدینه رو میسازه. مصعب داره یک پایگاهی برای دعوت توحیدی که از مکه میخواد فرار کنه بسازه در چی؟ در مدینه. این مصعب چه مردی است، چه اخلاصی این مرد داشت، چه ایمانی داشت که خداوند متعال این همه فضل رو به مصعب داده. شما ببینید چندها انسانی که به دست مصعب ایمان آوردن. یعنی چی؟ یعنی همه اینها در روز قیامت در میزان اعمال خیر مصعب هستند. ثابت ابن قیس این کوه تقوا و پرهیزگاری میبینه مثل یک فرد است، یکی از اجرها و پاداشهای مصعب هست در روز قیامت. به هر حال از شاگردان مصعب
عزیزمون ثابت بن قیس انصاری هست. ایشون مسلمون شدن وقتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اومدن. ایشون کل قبیله و کل طاقت و نیرو و توانشون رو گرفتن، سربازاشون، افرادشون، همه انصاری ها قبیله خودشون رفتن به پیشوای پیامبر، یا رسول الله بیایید ما خدمت شما بکنیم و از شما دفاع کنیم، این شرف رو به قبیله و خانواده ما بدید. شما اگر برید به حتما اگر رفتید مدینه منوره این رو دقت کنید که مسجد قبا بعدش مسجد جمعه هست. بین مسجد و قبا و جمعه هیچ مسیری نیست. شما میگید که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم صبح روز جمعه از قبا حرکت کردن، وقت نماز جمعه یعنی ظهر اینجا رسیدن، این که 3 دقیقه راه پیاده بیشتر که نیست. میبینید که بله این بیانگر همین حکایت هست که پیامبر از اونجا که حرکت کردن کل قبایل، کل خانواده ها همه می اومدن به استقبال پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، باشون خوش و باش میکردن و ازشون خواهش میکردن که در منطقه اونها اتراق کنند و مستقر باشند و این شرف رو به خانواده و فامیل اونها بدن و پیامبر همه اینها رو راضی میکرد و ازشون تشکر میکرد و منتقل میشد به مرحله بعد. یعنی چقدر افراد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در این مسیر باشون سلام و خوش باش کرده بود که یکیشون همین ثابت بن قیس خودمون که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ازشون استقبال خیلی گرمی کردن. و چیزی که جالب بود وقتی که این قبیله اومدن، ثابت بن قیس یک انسان سخنوری بود، اومدند و شروع کردند با به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم استقبال پیامبر. اولا بسم الله گفتن، حمد و ثنای الهی گفتن، صلوات بر پیامبر فرستادند. بعد از اون گفتن که یا رسول الله ما قسم و عهد و پیمان میبندیم که از تو آنچنان که از فرزندان و زن و خانواده و خویشانمون دفاع میکنیم از اینو بهتر از شما دفاع کنیم و اگر همچنین کاری کردیم یا رسول الله جایزه ما در مقابل این ما چی میرسه؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند بهشت ابرین. این کلمه بهشت همچنین به مذاق این صحابه فرو رفت که اینقدر خوشحال شدن که بگو نگو. در بعد گفتن که یا رسول الله قبول هست و این عهد و پیمان ما با شماست و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم شیفته سخنوری ثابت شدند و ایشون رو به عنوان سخنور خودشون، به عنوان خطیب سخنگوی رسمی پیامبر انتخاب کردن. در اون زبان رسانه چی بود؟ زبان سخنوری و شاعری بود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم حسان ابن ثابت رو به عنوان شاعر خودشون انتخاب کرده بودند و ثابت ابن قیس انصاری رو به عنوان خطیب خودشون، که وقتی که در بین قبایل عرب و قریشیان و غیره می اومدند و با مسلمان ها در این باب رقابت می کردن، خب پیامبر هم شاعر داشت، هم اسلام هم شاعر داشت و هم خطیب و سخنور. ثابت ابن قیس یک انسان بسیار با تقوا و صادق و مؤمنی بود که بسیار از خدا میترسید. یکی از صفات مؤمنانه. از صفات مؤمنان کافران فرقشون چیه؟ مؤمن گناهانش رو مثل یک کوهی، این تصویر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، مؤمن گناهانش رو مثل یک کوهی میبینه که بالای سرش هست و هر لحظه امکان داره روش بیفته. اینقدر مؤمن احساس ترس داره و این زینی که خداوند متعال در مقابل این گناهان و لغزش هایی که از اون سر میزنه از اون بازخواست کنه. اما منافق گناهانش رو مثل یک مگسی میبینه که روی بینیش نشسته و اینجوری اونو میپرونه. ثابت ابن قیس مثال یک مؤمن بود و در همیشه از ترس این که مبادا خداوند اون رو بازخواست کنه یا خشم خدا شامل حالش بشه، همیشه جسمش میلرزید. یه روز پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دید که ثابت مثل یک گنجشکی که آب روش ریخته باشن چطور میلرزه و ترس برش داشته. گفتند که یا ابا محمد، ثابت چی شده؟ گفت که یا رسول الله من میترسم که خداوند منو بازخواست کنه. گفتن چرا؟ گفت یا رسول الله نمیدونم، اما احساس میکنم وقتی کسی از من تعریف میکنه خوشم میاد که شیک پوش باشم،
خوشم میاد که میترسم که این از کبر و غرور باشه. پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودن نه ثابت، خداوند زیباست و زیبایی رو دوست داره. زیبا باش، خوشنام باش، بذار مردم این خوشنامی اصلا یک شهادتی است، یک گواهی است که جامعه داره تو رو تعریف میکنه، جامعه داره به خداش میگه که خدایا این انسان خوبی هست، این انسان صادقی هست، این انسان، این خوشنامی چیز خوبی هست که تو کسب کردی. و شیک پوشیدن این و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بهشون گفتن مژده پیامبر رو ببینید. ثابت، آیا نمیخوایی که در زندگی در دنیا عزیز و خوشنام زندگی کنی و در نهایت هم به شهادت برسی و وارد بهشت بشی؟ این دیگه ثابت رو دگرگون کرده بود که یا رسول الله، مگه میشه ثابت به این درجه از رضایت الهی نائل بشه و بتونه بهشت بره؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این مژده رو داد. اما یک مشکلی که برای ثابت به وجود اومد وقتی بود که آیه‌ای از سوره حجرات، آیه دوم سوره حجرات نازل شد که خداوند متعال در اون آیه فرمودند یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. خیلی مثل پتک بر ثابتی که صداش بلند بود وارد شد. این آیه اومد یک آیه‌ای هست برای ما و برای ساختن اخلاق و تربیت جامعه. مردم که می اومدن، دهاتی ها، روستایی ها، شهرانشینا اصلا عادت کرده بودن که دیگه رو این صدا میزدن تو سورا و تو کوها، چطور میتونن اصلا هم دیگه رو صدا بزنن؟ وقتی می اومدن از دور که میرسیدن اوی محمد صدا میزدن از پشت خونه های پیامبر، اوی محمد و صداشون رو بلند میکردن. خداوند متعال به این افراد و به ما در فهموند شیوه رفتار با پیامبر و گفتار در محضر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم. ای مؤمنان صداتون رو بلندتر از صدای پیامبر نکنید. امروز یعنی ای مؤمن اگر پیامبر یک حرفی زدن، خودتو بر حرف پیامبر ترجیح نده. دستور پیامبر بالای چشم و سرت باشه. دیگه نگی که خب این یک حدیثی اومده اما من میگم. تو مگه پیرو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هستی یا پیرو هوا و هوس خودت؟ پس صداتو از پیامبر بلند نکن. اگر در مسجد النبی رفتی صداتو بلند نکن. اگر در هر جای دنیا هستی حدیث پیامبر هست صداتو بلند نکن. در جایی که درس و تعلیم حدیث و تفسیر قرآن هست صداتو بلند نکن، چون که پیامبر این حرفا رو زده، این قرآن رو پیامبر خونده و صدات نباید از صدای پیامبر بلندتر باشه. یک ادبه و یک تربیت قرآنی. اما ثابت خب صداش بلند بود. ثابت وقتی که این آیه اومد دیگه تو مسجد پیداش نشد. می اومد فقط نمازشو میخوند، فوراً میرفت خونش و وحشت زده بود که من خیلی وقتا صدام از صدای پیامبر بلندتر بوده، نکنه که خداوند منو بازخواست کنه. مدتی گذشت، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم متوجه شدن که ثابت پیداش نیست. پرسیدن یاران ثابت کجاست؟ گفتن که والله نمیدونیم یا رسول الله، این روزا مثل که مشکلی چیزی داره، حتی تو مسجد نمیشینه، نماز فرضش رو خوند رفت. یکی گفت که یا رسول الله من میرم خبرشو میارم. رفت دید که ثابت تو خونهش پریشان، ناراحت، چشاش باد کرده. ثابت جان چی شده؟ خیر انشالله؟ گفت که خیرش چی بوده؟ مگه نمیبینید آیه قرآن رو نخوندید؟ من که صدام خودش همینجوری بلنده، من میخوام که همینجور تو گوشی حرف بزنم صدام از پیامبر بلندتر میشه. این طرف اومد به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اطلاع داد. پیامبر ثابت رو خواست و گفت که ثابت چی داره میگی؟ تو از اهل جهنم و آتیش نیستی، تو از اهل بهشتی. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به ثابت مژده بهشت داد که ثابت جان این خطاب قرآنی مال تو نیست. این خطاب قرآنی یک خطاب و یک تربیت قرآنی است، یک تربیت جامعه است بر یک اخلاقی، بر یک ارزش اخلاقی بزرگ، احترام پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. تو که قلبت آکنده ایمان هست و آکنده احترام پیامبر. ثابت
در طول زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در کنار ایشون بودن، در تمام غزوات شرکت کردن. در غزوه بدر شرکت نشد. خب غزوه بدر حکایتش رو میدونیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای مقابله با دشمن نرفته بودند و خیلی از صحابه نیازی ندیدن و پیامبر هم نیاز ندیدن که ایشون رو اونها رو با خودشون ببرند و اونها هم نرفته بودند. اما در بعد از اون ثابت در تمام غزوات شرکت کرد. در زمان حضرت ابوبکر صدیق در رده اول مجاهدان بود. در یادتون نره که در زمان حضرت ابوبکر صدیق خیلی ها مرتد شدن. قضیه مسیلمه کذاب دیگه جامعه اسلامی رو اصلا به حرکت در آورده بود. خیلی فساد که این مسیلمه کذابه که ادعای نبوت کرده بود خیلی کشت و کشتار به راه انداخت و سپاه اسلام حضرت ابوبکر صدیق مجبور شدن که یک حرکت جانانه‌ای به راه بندازن برای ریشه‌کن کردن این انسان جبار آدمکش قالتاق راهزن و حضرت خالد ابن ولید رو این مسئولیت دادن و جنگ‌های بسیاری بین مؤمنان و مسیلمه کذاب صورت گرفت که در بیشتر این جنگ‌ها مسیلمه قدرتش خیلی بالا بود، نیروی خیلی بزرگی داشت و کفه ترازو بیشتر به جانب مسیلمه بود تا در نهایت در یکی از این جنگ‌ها ثابت مسئول کتیبه انصار رو داشت و یک جنگ بسیار سختی صورت گرفت. در قبل از این جنگ ثابت ناراحت بود از اینی که یک در بین حتی اخلاق مسلمان ها خیلی مشکلات به وجود اومده بود. خیلی از تازه مسلمان ها بودند، هنوز ارزش های اخلاقی در اونها ریشه نداشته بود. بعضی دیگه رو مسخره میکردن. شهری ها روستایی ها رو میگفتن اینا دهاتی ان، هیچی بلد نیستن، نمیدونن چطور بجنگن، ترسوها. روستایی ها می اومدن شهری ها رو مسخره میکردن، شما چی هستید شهری های نمیدونم چی، شما که جنگ بلد نیستید. این ثابت از این وضعیت خیلی نگران بود. در یکی از خطبه‌هاش داد کشید روی مردم: ای مسلمون ها، در زمان پیامبر ما چنین جنگ نمی کردیم، چرا خودتون رو ترسو بار آوردید؟ بیایید و از دینتون دفاع کنید. و دعا کردن که خدایا بار الها، من از این کاری که مشرکان و مرتدان میکنم به تو پناه میبرم و از اینا بیزارم و حتی از این کارهایی و اشتباهاتی که از مسلمان‌ها صورت میگیره من از اینها هم بیزارم. و خودش را آماده کرد برای یک حمله جانانه. افراد رو تشویق کرد، در کنارش برای ابن مالک انصاری، زید ابن خطاب، سالم مولا ابو حذیفه، همه این پهلوان‌ها جمع شدند و در یک جنگ بسیار جانانه در اون ثابت ابن قیس جام شهادت رو به سر کشید. جالب این بود که در این جنگ ثابت یک سپر بسیار نفیس و گران قیمتی پوشیده بود. وقتی که شهید شد، یکی از این مسلمون ها که به هر حال تازه مسلمون ها بودند و خیلی از این مسائل رو درک نمی کردند که باید این وسایل افراد باید به اونها داده بشه، به سپاه اسلام داده بشه، جزئی از بیت المال هست، از ورثه هست فلان. این اومد دید که ثابت شهید شده و این زره بسیار نفیس و خوب پیش هست. زرهش رو برداشت و برد واسه خودش برد و گم شد. یکی از مجاهدان ثابت رو در خواب دید. ثابت گفت منو میشناسی؟ گفت بله. گفت که ببین، فردا نری بگی که این خوابه و بذاری کنار، این یک وصیته که دارم بهت میگم ها، این رو باید عملیش کنی. فلانی که خیمهش فلان جا هست زره منو برداشته برده گذاشته در فلان جا، روش یه دیگی رو هم چپه کرده، بعدش زین شترش رو خورجینش رو گذاشته روش که کسی نبینه، اون رو ازش بگیر بده به خالد. و به خالدم یا به کی بگو؟ به حضرت ابوبکر صدیق بگو که ثابت از فلانی و فلانی و فلانی اینقدر از فلانی قرض داره، اینقدر از فلانی قرض داره، اینقدر از فلانی قرض داره، این قرضش رو بدید. ببین فردا نری بگی که این خواب بوده و من نمیدونم بهش عمل نکنم، این حقیقت ها. و من چند تا غلام دارم فلانی و فلانی، اینا همه در راه الله آزاد هستن و این حرفا رو گرفتی؟ میگه بله گرفتم. خوبه، فردا اینا رو بری عملیش کن.
روز بعدش این بنده خدا بلند شد از خواب، چه خواب عجیب غریبی بود، رفت برای حضرت خالد خوابه رو تعریف کرد. خالد هم کسی رو فرستاد به همون آدرسی که ثابت داده بود. بله همونجا زیر همون دیگه سپر را آورد و گرفتن. بعد از این که به مدینه برگشتن خواب رو برای حضرت ابوبکر تعریف کردن و حضرت ابوبکر گفتن که این خواب ثابت بن قیس دیگه، کسی که مژده بهشت رو پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بهشون دادن و دقیقاً اون وصیتش ایشون رو عملی کردن. ثابت بن قیس از این دنیا رفت و به ما چند تا درس داد. پس ما بیایم این چند روزمون رو بذاریم اسمش رو بذاریم مثلا روزهای ادب رسول الله صلی الله علیه و سلم یا همراه با رسول الله صلی الله علیه و سلم و سعی کنیم تمام آیاتی که شیوه برخورد با پیامبر رو به ما یاد میده اینها رو حفظ کنیم و اینها رو عملی کنیم در زندگیمون. تمام احادیثی که شیوه احترام پیامبر و سنت پیامبر و پیامبر بعد از رحلتشون رو به ما یاد میده اینها رو عملی کنیم و پیامبرش رو، سنتش رو، گفتارش رو، کردارش رو در زندگیمون داشته باشیم تا خداوند متعال ما رو هرگز عذاب نکنه. پس بیایید همراه با ثابت بن قیس یک زندگی پیامبرانه رو تجربه کنیم.